بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا ورقچه اومده جوره در بازی ازبک. یک دوستی ما از نویه خراسان خدشه نوشته است که ازبک مردم در قیامت چی درجه دارد؟ درجه ازبک در قیامت رفیقا ازبک درجه ندارد. ازبک خودش یک ملت است. پروردگار ازبک در آیت کلام ربانی این دین عند الله اسلام المختلف الذین اوتوا الکتاب الی ما جاءهم البغی بینهم یا ما یکفر یا بیات الله فإن الله اسر رسول. یعنی ازبک یک پرپرتونی گفتنی گفت. پروردگار ازبک مردم به خاطر سیمیچکه خلق کرد که همه سیمیچکه را تا روز قیامت پاسبانی کنه. ازبک از کلمه یونانی گرفته شده به زبان کریلیکی امروزه ما هیچی، یعنی وزدوخ گفتن گپ است. پروردگار هم به درجه عالی در قیامت چیش میگن؟ در قیامت ازبک پرپرتونیک میگه. پرپرتونیک حسابه نه جنت میروه نه در دوزخ، در عرافه، در کافت کاوه، در حراساده. پروردگار کریم دعا بکنیم که ازبک مردم خیرش بسیار کنه. به سبب خیرش کم بودن پروردگار امر کرد که ازبک در قیامت خدا پرپرتونی کنه. آمین یا رب العالمین.